تاریخ اسلام مرد گذشته است، شاه گذشته است با نام هارون الرشید. گمان میکنم اکثریت شرکت کنندگان این محفل اکثریت مردم دنیا همین نام هارون الرشید شنیدگی است. پنجم خلیفه عباسی در زمان هارون الرشید به حد دیگر ممالک اسلامی خلافت اسلامی ترقی کرده بود که در دنیا هیچ جایی را با مسلمان ها قیاس کرده نمیتونست. به حد اعلای ترقیاتش رسیده بود. این حضرت هم بسیار شخصیتی بزرگ بود. یک زن داشت با نام سیده زبیده. هارون الرشید به نهایت دوستش می‌داشت. این حضرت قصه میکنه که 300 کنیز دوست است. اما به نهایت همین سیده را دوست می‌داشت، سیده زبیده را. فقط به خاطر حسن جمالش نه، واقعا صاحب جمال بود است. اما به خاطر همون رفتار و کردارش، عقل و فراستش، خیر احسانی که میکرد در راه الله، میگم هارون الرشید عاشق زارش به دوست می‌داشت است همین زنش. تا آخر حیات دوستش داشته است. اگر چه که باز میگم 4 زن داشت 300 کنیز. تخلص سیده زبیده ام الفضل. ام الفضل یک آدم داشته است هر سحر در خونش محتاجا جمع میشدند، هیچ کس ناامید نمیگرد. با مردم از همون خیر احسان تقسیم میکرده است، میداد است. بعد یک روزانچه داشته است طبقه دیم، همون مردمی را که در زال جمع میشدند به خاطر همون یک چی شوبتا همون را مشاهده میکرده است. دائم نگاه میکرده است، همین دو مرد پهلو و پهلو شیشتگی دعا میکرد. یک نفرش میگه که پروردگارا با فضل کرم ام الفضل یگانچی با اون برسان. او دیگریش دعا میکنه پروردگارا با فضل کرم یگانچی برسان. اکو ام الفضل گفته نامش گرفته است ایکو به خاطر همون او بچه این مردان از ما امید توقع داشته است. ببینه از خدا به خاطر فضل کرم ما چیز طلب داره به همین را زیادترک بتونه. امر میکرده است در درون یک مرغ پختگی 10 تنگه طلا 10 دینار را میموندیان میوردیان میدادیانش. او شریک شه میفرمید است که هم 1 درم بده 1 تنگه نکره. این مردک مرغ میگیره بیرون میبرویان و میگه جورا شکمی ما سیره از برای خدا چی میشه که 1 درم تبتی باید مرغی مرا بگیری باری. اونا بودم خوب مایلش بگه مرغ میگیره میره. روز دیگر هم با نگاه میکنه همون دعا را کرده است. عشقی با فضل کرم ام الفضل چیز این بته اون مردی خداش میگه که با فضل کرم خودت پروردگار رو چیز این بته. همین قصه کوتاه همین کار 10 روز پای تکرار میشه. و روز 11 هم پیش میاد ام الفضل سیده زبیده میگه ای مرد که خوب تو میلیونر شده ای تو 100 دینار داری خونه آباد تو باید که دیگران را خیر حساب کنی. ای تو نیستی داری گردنه تکش کده و تنبیده بگو یا سیده چه خیلی 100 دینار ای من هر روز تو را 10 دینار میدودم 100 دینار نشید و میگه بخدا قسم میدونم مرغت میدودم مرغت چکو میکردی هم مرغ میگه این همی کس همین دا میدودم همون 1 درم یمو را بگیرفتم 10 درم جمع شده است مقصد که نفقه روزگار صرفش کرده که یک کس بشه. گفت دیدی خونه آباد از فضل کرم ام الفضل همی خط برسد. اون مردی خدا از فضل کرم الله که طلب کرد الله براش رسوند. اون مردک 100 دینار گرفت میفهمی؟ خیال کرده است مرد میفروشه مگه چون میدونه که 10 دینار هم باید دیرم تو نیست. این همی که زنی صالحه بود واقعا تری زن باشه از برای خدا کدام شما را دوست دارید. یه روز میگه در شب محتوبی هر دوش در چورباغ شتگی هم هارون الرشید زنش تماشا داد و میگه در سمت پروردگار برام عجب چرا زیبا خلق کرده است. او را میگه نوزاد میکنه که میگه او کخشوی برنامدگیست میگه بخدا قسم میگه خیال میکنه که تو از همین ماه بخشوی ماه شب 14 بود از در عثمان گمان میکنم از همین ماه دست خشوی سری این مردک میگه که ضرورت که نخواه همین ماه بخشوی باشد. میگه اگر به شرطی تو از همین ماه خشوی نباشی تو به من 3 طلاق. یکی دهانش میگه جواب بدن که بعد خوشش به سرش میزنه که چی گپی گفتگی میکنه در تکاپو میگفتن
دیگه علما را دعوت بکنم ای بچه‌ای این چشید سه طلاق شدی بولوی مملکت ایوفی حقیقتا حضرت دوستش می‌داشت از همین هارون رشید هر قدر که میکنم میگن اگه یک دستی و هیچ کار سوخته نیست اما چه انسان اما ای مو در کشم شود ای مو ایشم هیچ کار دارم بعد یک شخص مصلحتش میده که حضرت در همین قسمتی غربی دریای دجله از بین بغداد میگذره شهر به حصه تقسیم کرده است یکی از شاگردای امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ابو یوسف قاضی است چی میشود که امر دعوت کنه اگر همین اشتباه چگی را همون حنفی ها حل نکرد هیچ کس کرده نمیتونه و خدا قسمی برای ما احناف افتخار دیده میگه شخص فرستاد نزد حضرت اومدن که هارون رشید صدات کرده است خیست اومد در یک محفل تمام علما جمع شدگی با هارون رشید سوالش کرد که نبی که واقعیش آیا سه طلاق شده است گفت نه اصلا طلاق شده نیست مردم علما از هر طرف ای بچه تو چی گفتستی ای خدا بترس ای چی گفتی گفته تو چی دلیل داری گفت دلیل آیه قرآن است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم این خدای بزرگه که انسان در نیکوترین صورت خلق کرده است نه آفتاب نه مهتاب نه کواکب آسمان هیچ کدامش مثل انسان خوشبو نمیشه یک انسان عادی است یک زنگی گفته است ماه و آفتاب در خوشبو چی برسه به این سیده زبیده که حقیقتا صاحب جماله بیرم ببین همین زن موشه که شوهر وقتی ببینه بگه به خدا قسم از همین ماهی شبی چوتر برای من زیباتر خوبتر هستی همین خیرزن خدای تو رو کسی را بتا با خدا قسم خیری دنیا و آخرت دو دستش دو دستش همین قشود خرسندی هست همین قش شکرگزاری هست که حقا دوره رسول خدا صلی الله علیه وسلم 4 دختر داشت از همون دخترو به حد روزی بود همین خرسند بود همین مردی که اگر دختر تربیه کنه والله همین که فایده و منفعت میبینه که 800 بچه را بیهای آیت حدتن 800 بچه را بیهای المرأة الصالحة خیر من 1000 رجل طالح یک زن صالحه از 1000 مردی فاسق و فاجر در بالا میسته اصلا بگیریم همین تاریخ اسلام مرتبه زن به نهایت بلند است ما تاسفانه هم دیگه عادت کردیم دختر چی و گپش چی فلان و بیستمدون دختر خادم خاندان و ایلو به خدا قسم اگر یا تاریخ نظر بدوزه اولین زنی که اسلام از رسول خدا صلی الله علیه وسلم قبول کرده زن بود مردک نبود بیبی خدیجه حضرت صلی الله علیه وسلم گفت بر من وحی اومده است گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله اول زنی که از قفای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول شخصی که از قفای حضرت صلی الله علیه و سلم اقتدا کرده است نماز خوانده است حضرت بیبی خدیجه مادر مونه اول زنی که در اسلام شهید شده است اول شخصی که در اسلام شهید شده است زن بود مردک نبود مش در کندک سینه‌مو میزنه اول شهید در اسلام سمیه نبود مادر عمرو ابن یاسر وی زنو را خدای تعالی اگر غیرت شد یک زنوی میشود یک خدمتوی میکنه که با خدا قسم 1000 مرد کاری او را انجام داده نمیتونه مسلم کورو پرستار شمرد بهره از حکمت قرآن بود همین مسلمانی که زنه که گمان میکنه که یک خدمتگار و یک پرستار از حکمت قرآن بهره بردگی نیست نیک اگر بینی عمومت رحمت است زانکه آن را با نبوت نسبت است اگر همین اندک عقل تا کار بفرمی اوه این مادری با پیغمبری نسبت داره پیغمبر غمخور در حق امتاش است مادر غمخور در حق خاندان در حق فرزنداش یک علیکم السلام بیا شما بیا بچه یسریب که بعدا با شرافت رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینه منوره نام گرفت یک زن میزی
بعضی تجاری که فریب میکنن همین کانال همین درویش تیجی سوال دیگه یکون چی بگی اصلا فریب نیران برای مسلمان زیبا دانست چیزی توجیه حضرت میگه من غشنو فلیس منو کسی اینطوری حیله و نیران میکنه از ما نیست در مسئله تجارت سودا در بازار حضرت صلی الله علیه و سلم به نهایت سختگیری میکرد در مکه مکرمه زندگی مردم مخصوصا از سبب تجارت بود اونجا نه زراعت میشود نه یگان کاری دیگه مردم به همین تجارت روزگذرانی میکنن در صحیح مسلم اومده است میگه حضرت صلی الله علیه و سلم به اصحاب مراجعت کرد گفت لا تباعدوا ولا تظالموا ولا تبادروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا با هم دیگر قهری نکنید پشت به هم نگردونید حضرت صلی الله علیه و سلم نصیحت کرده است اینا رو ببینید حیله و نیرنگ نکنید برای دردام انداختن کلینت مثلا حیله و نیرنگا متاسفانه در بازار زیاد شده است دو سه کسی از چیزا تعریف توصیف کردن میگیرن که فند کنن هم بیچاره خریدارا همون مالی به صفت بگیره همین را تناجش میگن در اسلام ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض سودای همدیگر را نزنه همدیگر را مقصد که بر دروغ کلینتوش ای پیشش دور نکنه و کونوا عباد الله اخوانا بندهای خدا ها برادر باشه شما را خدای تعالی برادر اعلام کرده است المسلم و اخو المسلم مسلمان برادری مسلمان است اینما المؤمنون اخوه میگه خدای تعالی در قرآن المسلم و اخو المسلم مسلمان برادری مسلمان که هست حق خیانت کرده نداره فلا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره مادام که برادر تای تو حق نداری که ظلم کنی در حقش تو حق نداری که مقصد او را مذاق مسخره کنی تو حق نداری مقصد تحقیر مذاق مسخره میآید تو حق نداری که او را مقصد که آبروش بریزانی شرفش پس کنی بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم برای مسلمان همین بدی برای دوزخ در اومدنش کفایه است که برادر مسلمان خودش تحقیر کنه برادر مسلمان خودش طعنه بزنه همین کفایه است همین یک گناهی به نهایت سخت حساب میکنه و به سبب همین به مجازات پروردگار گرفتار میشه انسان التقوا ها هنا و یشیر الی صدره ثلاث مرات حضرت گفت تقوا در همین جای سه بار به سوی سینه‌اش میگه اشاره کرد التقوا ها هنا مسلمان حق نداره که در حق مسلمان خیانت کنه خاصتا در همین تجارت در بیع اصلا بگیریم ولی در تجارت متاسفانه ما دست به تجارت بزنیم و قاعده‌های همین بیع نمیدونیم خریدار بعضی اختیارها داره خیاری رؤیت داره خیاری شر داره خیاری عیب داره نمیفهمیم این طریق چیزا را انا چیزی را که ندیده اگر گرفته ای اگر ما بود دیدی و نفهمیدت معقول نشید تا 100% حق داری که برگردونی صاحب مال لام گفته نمیتونه تا حق داری شرط قطعی گرفتی که مایلش بینم برام یک 3 روز بسته خشو فکر میکنم که بخرم یا نخرمش با خیاری شرط گرفته باشی تا 3 روز تا حق داری که اگر ما بودو همون چیز مقصد که لازم نشید با تو یا معقول نشید برگردونید خیاری عیبش دائمی ای اگر همون عیبش ثابت شود که وقتی که در دست صاحبش بود همون عیب داشت اگر 10 سال پس هم همون عیب بفهمی 100% حق داری که برگردونیش همین چیزا رو متاسفانه رعایت نمیکنیم یکی از سبب‌های بی برکت شدن زندگی ما این همیه اصلا وقتی که تاجر خیانت نمیکنه تاجر راست عمل میکنه وقتی که تاجر گپی حق میگه انشالله بازارم آباد میشود کشورم آباد میشود برکت در خاندان مردم هم زیاد میشود خودش هم انشالله درجه و منزلتش خیلی بالا میشود حضرت صلی الله علیه و سلم دعا میکرد میگفت رحم الله امرأ سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى
رحمت پروردگار بود بر مردی که سبک سودا است. سودای سبک داره، خوب میخره، خوب میفروشه، خوب پرداختی قرض میکنه. اگر به شرطی که همین سودای سبک داشته باشه انشالله رحمت پروردگار براش نازل میشه. ولی همین ظلمای هستی، فریبگری از برای خدا حساب او است که تجارت نمیدونه، نه از علم تجارت با خبره. اصلا همین رنگی نوکیسه ایم یا بابا کدوم همین مولا بود در ذهن مونده بود، همون رو برای تو گفتم. خداوند گشتو کنه. زن عروس اسلام قبول کرده است. الله اکبر. وقتی شخص اسلام قبول میکنه تمام گناه‌های پیشینش آمرزیده نمیشه و همه مثل طفلکی که نو از مادر تولد شده است الان خیلی به آلایش و بیگناه میشه. درجه و منزلتش ای مسلمان به بالاه خیلی بالاتره، خیلی پاکتر و تازه‌تر این حالت ده. انا خشاب حال شخصی که سببگار شد که همین زن عروس اسلام قبول کرده است. اصلا بگیریم در مسئله زن گرفتن پسرها اجازت فرمان پدر و مادر شرط نیست. در دختر باید که بدونن، اما ولیش باید بدونه، آگاه باشه. اما در پسر اگر ندونن هم پسر مثلا میتونه که نکاح کنه، حالا که حقی طلاق در زیبای پسر هست. به مرحمت کنید. پدر و مادر را بپرسه اگر زنی خوب باشه، صالحه باشه، اگر هم به همون زن باور داره که مقصد که بعدا از دین نمیگرده، نعوذ بالله همطوری حالتهای بچه هم دیدیم که بعدا سبب میشوه مثلا مردی مسلمان طلاقش میته و از دینش میگرده. همین چیزا هم مرا باید که اول خوب بسنجه، انیخ کنه، بعد دست به کار بزنه، زیرا که بسیار مسئولیت بزرگ میشوه. خدای نکرده به عیبی همی اگر همون زن از اسلام خارج شوه وای به حالش که یک مسلمان کافر کرده است، پگه در پیش خدا جواب میگه. اون جوان مرد شوه و نشوه که زنه که بگیره و ایس پدر و مادرش طلب کنه که سرش ده با سرش بده. نمراه کردن در کار نیست. ما باید سعی کنیم که یک آدم از رفتار و کردار ما با مقصد از مسلمان بودن ما با وجد بیایه و مایل کنه که همین دین اسلام قبول کنم. از اون کسایی نباشیم که برعکس رفتار میکنن. ولی هستن بچهای تاجیک میره دختر عروس هم میگیره، دو روز پس میپرتایش با دومیت دوگانش هم میگیره. همون آدمی که مایل رغبت به اسلام داره اگر همین کار رفتار رو ببینه دلش خنک میشوه. در اینجا گناهگار سخت میشه. اگر به شرطی که با کمک کردن نمیتونی در دین اسلام سعی که زیادت نرسه. چون و نمیکنی گره خود گره مباش. یکون گره هوی کردن نمیتونی اقلا خودت گره نشه. حضرت مولوی میگه بود گبره در زمان بایزید گفت تو رو یک مسلمانی سعید که چی باشد گر تو ایمان آوری تا بیابی صد نجات سروری. یک گبر میگه در عهد بایزید بستومی زندگی میکرده است. یک روز یک همسایش میگه که آخه خانه آباد بیمار داری اسلام قبول کنی که خدای تعالی سعادت سربلندی دنیا و آخرت نصیبت بگردونه. گفت آن ایمان اگر هست مرید آن که دارد شیخ عالم بایزید من ندارم طاقت آن تاب آن کنفوزون آمد ز کوشش های جان. گفت اگر ایمان اسلام گفته تو ایمان اسلام همین بایزیدی بستومی را در نظر داشته باشی زوری من نمیرسه. این مردک سال 12 ما روزه داره همه شب تا سحر در قیام باز ایمان خودگر ایمان شماست نه بدان میل استم و نه مشتهاست. نه که اگر ایمان اسلام گفته همین ایمان اسلامی خطا در نظر داشته باشی یکون ذره میل رغبت ندارم، دروغ میگوی، تهمت میکنی، غیبت میکنی، حق مردم میخوری، از برای ثواب آخه طاعت عبادت میلنگی، از حرام پرهیز نمیکنی، آخه کجای تو مسلمانی هست؟ همین آدمی که هزار میل رغبت داشته باشه به همین دین اسلام رفتار و کردار بعضی‌ها رو ببینه دلش خنک میشه و دلش میمونه. برای انشالله دختر مسلمان شده است خشاب حالش مرتبه و منزلتش خیلی بلنده، رنگ ملائکه ایالی گناه نداره. اگر میگیری خشاب حالت نکی سعی که نوجوان مردی نکنی، حق رعایت کنی. اصلا همیچ خیلی که مرد در ذمه زن حق داره، زن هم در ذمه مرد حق داره. یک حاجی روزان میزنه ایراسیه زنی روسی گرفتگی هم خیلی اون روسو میخونن کم کم، رنگی ما تنبل نیستن. آخی همه خوند است درباره
حق و حقوقی که زنک در زمین مردک داره خونده است ایران کشترش قبیل است اینه طریق پوب دست اینه مقصد که تامیورا رعایت نمیکنی اکاز بیچا من برای تو یک کوخارکا نیستم تو امکان و شرایط داری تو باید خوراکی برای ما حیو کنی بگیری بیاری این خانواده چیکارش کنم میگه این توجه دقت خونده است گفتم این منتالیته شده یا های وقتی که میگرفتی همین را باید به نظر میگرفتی بعدا خیلی بخبر شده است این زنه که توجی که بیسواد نیست میخونه ای حق حقوقش که طلب میکنه مردک شوخی شریعت رخصتش داد است توخی شرایط امکان داری که تعمیرش کرد یه جای دیگه گریز نیست زنه که گرفتی مهرش در کلت فرض میشوه نفقش در کلت فرض میشوه باید جوان مرد بشه مقصد که دیگه هبینش کردی وظیفه مرد همیه خداوند همت شو بلند بگردونه ای برادر که اون وقتی که زنی را که نه تازه مسلمان شده است نکاح میکنه میگیره حق و حقوقش رعایت کنه محبت یا زنه به اسلام بازم بیشتر و زیادتر بگردونه آمین